محترم نمایندگان واسطه اخبار عمان، مهمانان و همکاران گرامی، در ابتدا همه شما را به نشست مطبوعاتی اگنتی صحبت اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خیر مقدم میگویم و برای همکاری و تشویق مساعدت در معرفی، انتشار و پخش معلومات و مسائل تامینات اجتماعی و همه شما اظهار سپاس می‌نمایم. اگنتی صحبت اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت خود را در سال یکم سال 2023 جهت اجرای دستور سپارش‌های اساسگذار سازمان وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 فوریه سال 2023 تحت رقم 526 با تمام کارمندان با نشان دادن حصه بلند وطن دوستی فعالیت نمودند. در این دوره کارهای معینی را به انجام رساندند. موافق نتیجه‌های جمع‌بست در بودجه سقوط اجتماعی و نفقه از حساب انداز اجتماعی که به اندازه 1 میلیارد 982 میلیون به نقشه گرفته شده بود، در اصل به بودجه 1 میلیارد 914 میلیون تومانی وارد گردید که برابر 99 از نصف فایز تشکیل می‌دهد. اجرای نقشه پیش‌بینی شده در دوره ثباتی و بودجه سقوط اجتماعی و نفقه در سطح ولایت‌ها و منطقه‌های جمهوری تاجیکستان چنین است: اجرای نقشه را تمام ولایت‌های سوق و ختلان در اندازه 130 از دانو و 101% تامین نمودند. باقی مانده شهر و ناحیه‌ها از جمله ولایت بدخشان کوهی نیز از اجرای تامین انداز نبرآمدند. یکی از سبب‌های اجرا نکردن قسم درآمد بودجه گرچند که قسم درآمد بودجه به کمیته انداز جمهوری تاجیکستان وابستگی دارد، ما در همبستگی با کمیته انداز پیوسته کار می‌کنیم، لیکن یکی از سبب‌های اجرا نکردن قسم درآمد بودجه این پیش از همه به طور پورا فراگیری اندوه‌بندان نگردیدن کارمندان در بخش‌های خصوصی است، حتی در ساحه ساختمان و خدمت‌رسانی‌ها. حاضر می‌گرامی این پیش از همه اگر گرچند که دو پهلو دارد، یکم که قسم درآمد و فرق نگرفتن شخصان و انداز اجتماعی، این پیش از همه اگر تاثیر خود را به ازایش بودجه رساند، چیز دیگر در آن است که همین قدر شهروندان ما که در انداز اجتماعی خود را نسپرده می‌خواهند که پنهان کنند از انداز نکنند، در وقتی به سن سال نفقه رسیدن از نفقه سقوط‌های محروم می‌گردند. بنابراین هم ضرور است که به تمام شخصانی که در این سمت از فرصت مناسب استفاده کنند می‌خواستند که به توسط همه شما و معلومات شما رسانم که بیشتر و ساحه قسم کارمندان ساحه بودجه انداز اجتماعی اجرا می‌کردند، اما در قسمت غیر بودجه‌ای تامین نگردیدنش این هم به خیلی ضرر شهروندان ما می‌باشد. مثلا اگر مثال بگیریم در جمهوری زیاده از 193,000 کارگری دهقانی به خط گرفته شده است و حسابات خود را از این قدر در کمیته انداز و وقتی در اگنتی سپورت اجتماعی باشد از همین 161,000 حسابات را پیشنهاد کردن تمام. حالا اون که در اکثریت همین کارگری دهقانی بغیر از این با اسباب‌های اونها در هر یک کارگری دهقانی زیاده تا 10-15 نفر اعضا دارد، یکی حتما وقتی که در حساباتشان پیشنهاد می‌کنم 2 نفر یا 3 نفر در راندن این شخصیت‌ها از گرفتن نفقه سقوط‌های محروم شدند. که اگر در ساحه ساختمان رو به این نگاه کنیم، اگر چقدر کارمندان فعالیت میکنن، حرکت میکنن که با طریق نقدی قطع منصف برابر کنند اندازه اجتماعی خود را نسپارند و در آینده چیزی که ما گفتیم اکنون برنامه الکترونیک است.
وقتی که به سن نفقه میرسیم در برنامه هم تمام فعالیت کاری شخص معین میشود و در وقتی که انداز اجتماعی در همون کارخانه سپردگی نباشد شخص از بغیر از اون که قسمی درآمد بودجه تامین نشد در سریبه میدارد که اصلا شخص در وقتی به نفقه برآمدن از نفقه سقوطایی محروم میشود. نفقه سقوطایی تعیین گردیدن به اندازه سطح تورم 2 سال اخیر به اندازه 16% ایندکساسیا کرده شده. در این رابطه از جانب اگنتی سقوط اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری اسلامی جهت اجرای فرمان مذکور از 1 یولی سال 23 جدا از 748,282 نفر نفقه‌گیران مورد بازرسی قرار گرفتند که در نتیجه اندازه میانه نفقه از 321 سومانی و 375 سومانی برابر گردید. از شماره عمومی نفقه‌گیرانی که مورد بازرسی قرار گرفتند 308,996 نفر نفقه‌های مهنتی، 250,934 نفر نفقه‌های سقوطایی، 188,352 نفر نفقه‌های اجتماعی میباشند که پس از بازحسابی اندازه میانه نفقه‌های مهنتی از 396 سومانی و 447 سومانی، اندازه میانه نفقه سقوطایی از 312 سومانی و 364 سومانی و اندازه میانه نفقه‌های اجتماعی از 210 سومانی و 271 سومانی برابر کرده شدند. بازحسابی نفقه در جمهوری فورا به انجام رسید و پرداخت آن از 1 ایول سال کرده شروع می‌گردد. محترم روزنامه‌نگاران، کاری دیگری دشواری که در نزد کارمندان اگنتی بودند این پیش از همه برای شما البته خبر دارید این تامین حقوق و حمایت شهروندان ما که بیرون از کشور فعالیت دارند در این دوره اگنتی یک قطار کارها را به انجام رساند. پیش از همه ما حرکت کردیم به مقصدی که بعد از تطبیق شرطنامه بین جمهوری ترکیه و فدراسیون روسیه ریاست مخصوص در اگنتی تأسیس دادیم تا که البته پرابلم هایی که زیاد اکنون بین شهروندان ما میشود ریاست مخصوص علاوه جلو کرده شد که تا که این پرابلم ها از بین برده شود. زیرا که به همه شما معلوم است که البته فدراسیون روسیه و شرطنامه‌های سال 92 که قبلا با تمام مملکت‌ها بسته شده بودند همه آن را بیکار کرد و تمام شهروندان از اون جمله شهروندان جمهوری تاجیکستان هم با ضرورت برمیان آمد که ما با جمهوری با فدراسیون روسیه شرطنامه خود را از 14 سپتامبر سال 21 بستیم و 3 مارس همین سال در شهر دوشنبه با اشتراک سروزیر روسیه ما شرطنامه دیگری برای همکاری‌ها برای عملی گردیدن شرطنامه قبلی که به روسیه بسته کنیم با سازشنامه امضا کردیم. همزمان سازشنامه مذکور برای گزاردن رسمیت این به مقصد داخلی اداره‌ای با وسایل اداره‌های دخلدار که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رقم 182 26 ایون تصدیق کرده شد. ما در این چند کاربری کرده ایستاده‌ایم. خیر نمودن به مورد است که به مقصد تامین اجرای بند سویه که قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره نتیجه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی در سال 22 با وظیفه‌های برای سال 23 تبدیل‌های هماهنگ نشده از جانب اگنتی لایحه ترتیب تعیین و پرداخت نفقه تهیه کرده است و همین زمان در بررسی وزارت و اداره‌ها قرار دارد. حاضرین گرامی، به معلومات شما می‌رسد که به حالت 1 یولی سال 2023 768,976 نفر شماره عمومی نفقه‌گیران را تشکیل می‌دهند که افزایش تعداد آنها نسبت همین دوره سال گذشته به 7,664 نفر یا که 1% افزایش یافته است. در این افزایش نشان دهنده در ولایت بدخشان کوهی 158 نفر،
در ولایت خرطوم 7344 در ولایت در شهر دوشنبه 9450 نفر شماره نفقه گیران ایجاد شدند. طلبات ماهانه نفقه نیز زیاد گردید، در یک ماه به 261 میلیون سوم رسید و نسبت در سال گذشته برابر 7.9 میلیون که 13.1% افزایش یافته است. حضرین گرامی، البته من با توجه شما معلومات مختصر کوتاه درباره امور که در این اگنتی برای مبلغ‌گذاری و فعالیت کارش در این سال کرده کوتاه رساندم و من البته پرابلم‌ها خیلی زیادند. پرابلم‌ها را شاید در وقت سوال و جواب‌ها با بعضی کرده میشه. بنابراین با اجازت شما برای دقتتان به همه شما تشکر می‌کنم و فکر می‌کنم که قسمتی سوال و جواب ما باز هم و بعضی مسائل در روشنی می‌اندازد. شمس‌پور فضیل از گازیته کرج. محترم رئیس، طوری که همگون می‌دونن، هم منصبدارا هم ژورنالیست‌های محترم می‌دونن، فرمان پرزیدنت وزیرستان که رقم 623 وجود دارد، چند سال باز فعالیت عمل کرده شده است و می‌خواستم بفهمم که ما ماه فوریه 23 فوریه یک مواد بینی و سخت با قول در گزیده فرج چاپ کرده بودیم با نام بحث یک کرسی در 3 مقامات. شما تا حاضر بگذشت 6 ماه قریب 6 ماه با همین مواد واکنش نکردید. چرا فرمان پرزیدنت اجرا نمیشد از جانب مقامات شما خود شما؟ سوال دیگم که اون مبلغ‌هایی که شما با قول تصرف کرده است همین مثال سابق سردار اگنتی نفقه و شبکه اجتماعی ولایت سوخت فولادی مثال تصرف کرده است همین مبلغ‌ها از جانب 2 مقامات دیگر هم اودیت تشکیل کرده شد و مقامات ها خلاصه دادند که همین مبلغ تصرف نشده است. فرق بین سنجش اودیتی کارمندان شما و این 2 مقامات بالایی دیگر در چیست؟ چرا عموم دیگر تصرف نشده است؟ شما بگویید تصرف کرده شده است. همین با این مسئله کم روشنی انداخته که همین خوانندگان باید بفهمند که چرا همین خیلی بحث وجود دارد در بین منصبداران. این بحث چند روز رفته ایستاده است. البته هر یک ساحه سپیسیفیک خصوص دارد. از اون جمله در سمت تعیینات نفقه من هستم حتی نفقه‌هایی که در دوره نسبت در وقت تعیین کردن نفقه نسبت به شخص هم قانون تطبیق می‌شود و البته سنجش‌های اودیتوری هر یک مقامات به خودش وابستگی دارد. برای همه چی میگن مقام وکالت‌دار در سمت تعیینات نفقه و مقامات وکالت‌دار اگنتی سپورت اجتماعی و نفقه ما نظر در ولایت سوخت در تمام همین وقتی که عدالت نخستین روز کار سر کردیم تمام شهر مورد جمهوری و سنجش‌های همین زمانه پرگی ما که داشته را برای باهای حقوقی دادن و مقامات حزب خوب برای کردیم. البته در سمت بسیار من شهر دوشنبه و ولایت خرطوم و دیگر چیزا ما این معلومات رو پیشنهاد کردیم برای ولایت سوخت. البته معلومات رو ما بگیریم یک قسمتش موضوع تحصیل میشن در اصل مقصد ما که همون مبلغ‌هایی که بر وزارتی پرداخت کرده شده است بسیار یک نفقه به صورت بودجه دولت برقرار کرده شده. سوال ما با سوال شما جواب در همون وقت می‌دهیم که نسبت همین پرونده از مقامات و خلاصه خیال گیرید. تو بودیم همین باید چند که من سنجش‌های تکراری چند مرتبه خود گفتید که خلاصه‌هاشون رو پیشنهاد کردن هر مقامات رو خلاصه‌های خود رو به مقامات سنجشی فرستادن. تا امروز نتیجه همین سنجش‌ها خلاصه خود رو نبردن. ما در اثر وی نمی‌دهد که ما نسبت یگان
شخص وی که نسبتی وی کردن برعکس همین سنجشون در ولایت سوق چی نتیجه داد؟ ولایت سوق تو همین وقت در دولت سشتگی بود. پرابلم امروز خیلی چی خلاصه میشد نمیشد. در اصل ما همین قدر حرکت کردیم که در ولایت سوق ما حسابات را برقرار کردیم. حسابات شد، نظام مالیاتی شد و امروز در ولایت سوق من در فرمودم خیلی کردم که یکم مرتبه در جمهوری نشان داد که نه تنها وی مبلغ‌های نفقه‌اش رو پره خودش تامین می‌کنه، بلکه وی همچون اینوستر شده از حساب ولایت سوق مرکز مبلغ گذار کرده است. دیگر شاید مورد از سوی ولایت سوق اقل در دست ولایت کرده. مقصد یک اساسی هر یک روبار هر یک چیز نظام مالیاتی را به تنظیم آوردن است. جهتی بها دادن به هر رفتار هر یک چیز ما البته مقامات هستند باید خودشون میکنن. اگر مدت اگر صبر کنیم و که خلاصه بهشون بیارن وقت گازتی فرجام نمیگیره. روزی ما همه که سوالای بجواب چند مقاله که استعلا منصوب نگیره. ما هم چند وقت طلب کردیم جواب نمیده جواب نمیده هر یک چی جواب دادن اساس طلب میکنه. وقتی که روزی ما یک چی میگیم و دیگر بودن دیگر میگیم اساسی او را بهای حقوقی و مقامات حقوقی به هم میتیم. لیکن اساس ما در امروز نتیجه است که حسابات ما در معلوم برقرار کنیم. نظام مالیاتی برقرار شود. برای همین اگر من فکر میکنم که قسمتی که شما خیلی جوابتان میگیره ما همه خلاصه رو کنیم که خیلی همین چیز رو اونجایی که هست معلومات را به سمت شما رسونیم. خیلی در واقع تفتیشات روزم منظوم است که دست بدم سنجشو این نفقه بسیاری هم که نازک است نفقه اسناد نفقه را تعلیل کردن و خلاصه دادن نفقه متخصصی که در همین ساحه اجازه از 10 سال زیاد کار نکنه بسیار سمت تعینات نفقه را تامین شود. برای من فکر میکنم که وقت میره شما برای شما ما در اساس اما خلاصه‌های جواب می‌شید. در برابر اون که در اونجا معلومات اوید و باید تصرف کنیم مبلغ‌ها جای دارد بعضا باز صحبت شخصی هم با قول این نفر جای دارد. چرا شما نسبت این فرق رو واکنش نمیکنید؟ با مقامات مراجعه نمیکنید؟ نسبت اون آدم دوید برای این گفته‌های دیگه که اگر با فعل شما اگر این تهمت باشد در حق شما چرا مراجعه نمیکنید نسبت اون آدم اون سنجش گذارونن؟ مثلا اگر تهمت باشه پرونده رو باز کنن شاید خاموش چشم باز خاموش شده. ما نسبتی رو یکون خصومت ما چند مرتبه دعوت کردیم که اگر خیلی تو من همین مسئله رو حل خود چه گفتن معلومات برید کار داد کنید در ایوان خیلی وظیفه دیگری که باید باشد. در اینجا در خصومت شخصی خیلی کنید که یکون کار میتونید شخصی هم یکون خصومت شخصی هم ندارد. اگر هر یک روبار وقتی که خصومت شخصی پیدا میکنه باید کار قرار میتونه. البته کاری رفت کاری که طلب میکنید و میکنید. ما فکر میکنم که هر روبار باید نسبت خود اویده در چکر رفتار میکنید. وقتی که یک فرزند کاری نادرست رفتار میکنه جنگون میکنید. میخواهید برای درست هم رو برید. مقصد ما یکون خصومت شخصی نیست. هر کس برای همین درست روی کردن است. شاید وقتش میاد اندیشه میکنم میگن که همین خصومت است یا که یکون تغییری است بعد از ما یکون چیزی رو از این پس طلب کردن. من نسبت بسیار کارمندان ما روز که سخیر و تولاتون سخت است. من میگم که حساباتشون درست باشه نظام مالیاتیش درست باشه. برای شما شخصا هم مواد خوندید؟ شخصا خوندم همون روز اولی که چاپ کرده شما باید دیدیم همون را ما
بعد شما با مقامات هم مراجعت کردیم که خوشمندم که همین مسئله ها در همین روزنامه ها باشه ایستاده و خاطر همین خاتمه دادن خلاصات و پیشنهاد کنید. ما بی‌طلب نیستیم، خیلی که حرکت کردیم حل خودش هر یک پرابلم مسئله بیرون. این پروژه تام شد مولد شد وقتی تو در لگر بودیم در تمام جمهوری این پرابلم هست. کامودی که در انسان هست مو انسان شده در ولایت سومنی در ولایت خطوم هم پرابلم هست. در شهر شامی هم پرابلم هست. همه چیزی که در ولایت سومنی همه با خصومت شخصی داره. یعنی اون کسی با خصومت شخصی نداره. مقصد نظام مالیاتی ترتیب از طلبات است. خوشمندیم که جورنالیستی رو ایجاد کنیم. ما هم از شما خوشمندیم وقتی که رئیس هستم نیاز به برنده نیست. جمیله حسین و گازت SSR تشکر رئیس از توجهتان. سوال من وابسته به در ادامه صحبت همکارم سیاست کادری در امنیتی است. مردم بسیار شکایت میکنند خب برای در پایتخت و ناحیه‌های نزدیکتر یا شهرهای بزرگ اینقدر مشکل نیست، ولی در ناحیه‌های دوردست نفقه‌خواران از نادرست باز حسابی شدن نفقه خود بسیار شکایت میکنند، شاید متخصص نمیرسد. و وقتی من صبح اینجا آمدم فهمیدم که در دستگاه مرکزی خداوکر قریب 47-48 نفر متخصص نمیرسد، سردار شعبه نیست، در ریاست‌ها مشکل داریم، اکثریت جواب دادن، پیش کردن یا مثلا پرونده کردن. یعنی متخصص داریم یا نداریم؟ به نظر شما سیاست کادری چگونه است؟ و سوال دوم من بازم از پنجگند یک نفر میپرسد وقتی که نفقه زمینوی بعد از فرمان پرزیدنت کشور از 207 به 250 سامانی رسید، بین بعد علاوه پولی ها از روی کدام اندازه حساب کرده می شوند؟ 250 یا 207؟ تشکر. درست که در سیاست کادری بودیم در حقیقت این یک مسئله دشوار است در خصوصا در منطقه‌های دوردست. یک مشکل چیزی که بودیم طلبات در این سمت متخصصی کسبی را طلب می‌کنند، متخصصی که باید ساحه را دارند و غیره. ما در نوعی کوچکان عموما در مردم و شرق متخصصان یا داریم این پرابلم ها هست، لیکن من نمیدونم تا حال یکان نفر کارمندان ما بر جوابری کشدری نیستند. از چند نفری که حرکت شده که جایی وقتی شیرسی رو کار رفتن، البته پرابلم کوری است. وقتی که کامودی میشود در این کاری کردگی شد، هرچی پیشنهاد کردگیم برای چارگویی در بعضی مقامات ها بود، اون شخصانی که اکثریتش که کار رفتن جلوی دستگاه با اختیار خودشون رفتن. یه وقت اصلا بودیم مجبور هم نکردیم که افضل تنویسی بکنم کرد. البته من فکر میکنم که طی چند سالی اخیر ما باید مقصد فقط یک مقصد نظام مالیاتی در اگنتی برقرار کرده شد. وقتی که اول کاری ما شروع کردیم در همون شهر نویم حتی شماره نفقه‌خواران را یگان حساب نبود، یگان چیزی نبود، یگان شهر نویم حتی شرایط کاری یگان رای نداشتن. امروز ما شکرانه میکنیم که اکثریت شهر از خیلی دستور مرکز است. ما خودمون در وزارت مهنت جورانشین بودیم، برای که وقتی که شهران مراجعت میکرد رفته حجتی وی گفتن بود در قلبان ماندگی در دنیا هم رفته قلبان حجت گفته یک دو موسیمو حجت میکرد.
خود ما با شما من از تمام شرایط رو هست ارخیوی زمانهایی کردیم حجت‌گذاری رو جابجا کردیم مقصد اساسی برقرار کردن این صحبت‌ها است البته هستن متخصصی که متخصصی خوب است لیکن متخصصی خوبی که بعضی رفتارهای نامطلوبی وی دارد البته در وقت طلبات طلب میکنه که نظام حسابات درست کنه نظام فرق درست کنه خیلی به این پرابلم ها نمیشه برای همین ما فکر میکنیم در اینجا یکون خصومت هم نسبت به یکون میشونیم فقط طلبات برای نظام است برای ترتیب است برای جوازگو فقط همه اینو شما نفخر نشده یک مراتبه رفته در قبولگاه نیستید ببینید چه نفقه تعیین میشه این پرابلم رو اگر مردم خوب باشید نگاه کنید هم خیلی وقت قدم میگیرید بود میشه مجبور میشه خطی کارگر رو مجبور کنیم که ترتیب درست کن مناسبت با شهروندان خود کن ما امروز حرکت کرده شدن که مثال در تمام جمهوری پرابلم از شکایت مواجهان مناسبت شهروندان پرابلم رو از بین برای خیلی کار بکنم نمیشه البته وقتی که طلب میکنید طلب میشه و میگید بعضی من همین که انشاء میشه لیکن من از همه شما خوش میکنم که شما جهت واقعی را نگاه کرده راحت پرتامندار باید با چی اصلی با وضعیت یهودی را نگاه کنم چی نایگاری شده چی پیشروی شده است در طول 3-4 سال اخیر همه جا ما حرکت کردیم به نظام الکترونی حسابات را انجام کنیم البته شما یک مرتبه به همون شهر نادر که پیشتر رفتن یک مرتبه عینا رفتن نظر کنید کلا هم تغییر افتادیم حساب و کتابات در حسابات مالیوی در سطح طلبات وزارت جوابگو نداریم ما البته در اصل همین قدر رو باید میگیم که ما حساباتی اصلی را حسابات وقتی برقرار کردیم این یک موفقیت کنیم ما در همین خیلی هر یک رابط پیش که کاری خود شد ما حرکت کرده استودیم که همین نظام مالیاتی ترتیب نظام کارگزاری در همین اگینتی بهتر کرده شد در خصوص من ایلوپولیو که شهروند با شما مراجعت کرد ایلوپولیو من بعد همون وقتی که مراجعت میشد و ایلوپولیو چی است و ایلوپولیو همون مبلغی است که در دوره که شهروند نفقه خود را همون وقت پرداخت نشده است و اون سبب و همین در دوره مراجعت میشد سلسله وقتی که همون رو باشید از همین دوره که روز تو 207 سومانی بودن است اگر که یکان ضرورت اسناد نفقه را زیاد شدن گوید همون دوره همون رو بینامت گرفته ایلوپولی تعیین کرده میشه و از وقتی که من ایلوپولی از یکم ایولی سال 2023 باشید من بعد ایلوپولی این شهران در من بعد از روی همین مبلغ اصلی که نفقه خود حساب میشه ایلوپولی این مبلغ اصلیش حساب کرده میشه حجتی نفقه آیا تمامی نفقه‌گیران رو فرا میگیرند نفقه‌گیرانی که معیوبند هم فعالیت میکنند و سوال دیگری من امروز شهروندانی ما در روسیه طریق پاتنت فعالیت دارند آیا آینده نفقه آنها چگونه میشود در قسمتی که در کردستان کار کرده است جمهوری جمهوری و قسمتی که در فدراسی روسیه کار کرده است فدراسی روسیه برای همین البته این مسئله نه است و همین خاطر من برنامه مطرح کردم که ما همه تیار دیده شدیم البته زشتن مالی بسیار زحمت بسیار طلب می‌کنیم ما حرکت کردیم که یکم پروبلم در بین نفقه خودمون نشود خواستندانم ما در بعض منطقه‌های روسیه علاقه طریق همین شهرمان تعیینات نفقه
نفر سر شدن از اون جمله علاقه در فدراسیون روسیه یکچند شهروندان ما نفقه تعیین کرده شدن. ما شاید در گذشته هم گفتم در تو همین دوره اینجا شهروند یکم شهروند تاجیکستان نفقه روسیه نگرفته. همون شهروندان ما که روسیه میرسند شهروندی را میگرفتن ولی اون سابقه کاری دوره اسه را میگرفتن. سابقه دوره کاری تاجیکستانشون را بین‌الملل نمیگرفتن. بعد از سال 92 طرف سابقه کارشون را بین‌الملل نمیگرفتن. فقط همون در وقت تعییناتش دوره اسه را یا چقدر کار کرده باشد همون را معلومات میدادیم که در همین دوره در فلان کارخانه ها کار کرده است و همین را بین‌الملل گرفتن همون دوره را پرداخت میکرد. در این موضوع جهان دیده شد که تغییرات چگونه که براش رسیده است البته با نظام تغییری ترتیب مناسبت‌های بین دولت‌ها ما حرکت کرده شدیم که شهروندان ما هم از این چنین بهره‌ور شوند و اون پروبلمی که در هست البته که دوره اول از دوره گزارش پروبلم ها میشوند ممکن این پروبلم ها را حرکت میگیم که شهروندان ما اول عذاب بکشن میگن خرید خودم در سمت قیمت نفقه پروبلم میشه. همین موجوده معلومات طریق الکترونی صورت میگیرد یا شهروند ما برای کجا از روسیه و تاجیکستان میاد؟ خود موافق همین ترتیبی باید اصلا خود شهرنامه میگه که امضا کردن شده ما با ثبوت مدیریت الکترونی است. ما باید در برنامه هم شرط الکترونی انجام بدیم. اونها که موضوع هم شکل الکترونی برای کرده شدن هم موافق شهرنامه که خود امضا کردن شد در آن ترتیبی پر کردن فرمولیرها میگن گذاره هر یک نمود نفقه در طلبات مردم با حجت علایده طلب میکنن. مثلا اگر که نفقه اسپیکر باشد کدام طلبات و از فرمولیرها شکلش علایده است چون که نفقه مهنتی باشد شکلش علایده ولی هم شکلی حجتی تصدیق کرده را طلب میکنند که ما اکثریت را خود ها طریق حجت‌های اصلی را طریق پشتا میفرستند تصدیق کرده بخشی دیگرش همین است که یکون شهروند خود خودش دستی گرفتن ندارد اونا از دست شهروند قبول نمیکنند فقط حجت‌ها از فوند اجتماعی همون محل مراجعه میشد و همین مراجعت همون شهروند طریق پشتا و همون آدرسی که مسئول از اون وارد شده تنها طریق پشتا اونا قبول میکنند. درباره تدریجات حکومت بخشیده نیست که اجتماعی عالی و جد ماندن معاش مالکانده وظیفه‌ای کارمندان تشکیلات بودجه‌ای اندازه نفقه و استیپندیا از 6 فوریه سال 2023 تا 26 از همین رسمان با مقصد بالا برداشتن سطح نیکو اهالی تامین نفقه اجتماعی عالی توضیح که مدل 140 میلیون کدیس ملی تویسون مدل 12 میلیون تویسون در روی نفقه ساختار دولتی و مدل 40 میلیون تویسون در روی تامین نفقه خدمتچیان حربی قانون میدیم. از 1 یولی سال 2023 نفقه‌های زمینی 20% زیاد کرده شده به اندازه 250 برابر کرده شده. نفقه‌های سقوطی در اساس قانون جمهوری توسعه در روی نفقه‌های سقوطی و دولتی تعیین شده‌اند به اندازه سطح تورم 2 سال اخیر برابر 16% ایندکساسیون کرده شده. نفقه‌های دیگری عمل کننده که در اساس قانون‌های جمهوری توسعه در روی تعیین نفقه شهروندان جمهوری توسعه و در روی نفقه‌های سقوطی و دولتی تعیین کردند به اندازه 20% از معیار نفقه زمینی زیاد کرده شده. اینچنین با معلومات شما می‌رسونیم که طبق کوئفیسیانت های نوعی که در اساس قانون حکومت جمهوری توسعه از 3 می سال 2014 تحت رقم 303 تضییع کرده است در ولایت مختار کوهستان بدخشان اندازه نفقه زمینی
300 сомонӣ баробар карда шудааст. шаҳри Лоғун ва Нураб андозаи нафақаи заминавӣ ба 287 то аз 15 баробар карда шудааст. ва дигар шаҳр ноҳияи андозаи нафақаи заминавӣ ба 250 сомонӣ баробар карда шудааст. инчунин мехостам дар сатҳи ҷумҳурӣ оид ба шумораи афзоиши нафақахӯрон ва маълумот шумо расонам. ба ҳолати 1 июли соли 2023 шумораи нафақахӯрон зиёд шуда 748282 нафарро ташкил медиҳад, ки то фармони зиёдшавӣ андозаи миёнаи нафақаи онҳо 321 сомонӣ 60 дирҳам ташкил мекард ва баъд аз зиёдшавӣ фармон ба 375 сомонӣ 53 дирҳам баробар карда шуд. аз он ҷумла нафақаҳои синну сол 541460 нафарро ташкил медод, баъд аз зиёдшавӣ андозаи миёнаи нафақаи онҳо ба 371 сомонӣ 66 дирҳам баробар карда шуд. аз рӯи маъюбӣ шумораи онҳо 156468 нафарро ташкил мекард, то бо соҳиби фармони президенти ҷумҳурiyati Tojikiston 325 сомонӣ 70 дирҳам ташкил медод ва баъд аз фармони зиёдшавӣ 375 сомонӣ 60 сомонӣ баробар карда шуд. инчунин аз рӯи маълум шуда ансарогон шумораи онҳо 50350 нафарро ташкил мекард, то бо соҳиби 329 сомонӣ 36 сомониро ташкил мекард. баъд аз фармони зиёдшавӣ андозаи миёнаи нафақаи онҳо ба 416 сомонӣ 71 дирҳам баробар карда шуд. аз он ҷумла нафақаҳои давлатӣ 188352 нафарро ташкил медод, андозаи миёнаи нафақаи онҳо то фармони президент 210 сомонӣ 82 дирҳам ташкил медод, баъд аз зиёдшавии фармон 271 сомонӣ 41 дирҳам. аз он ҷумла аз рӯи синну сол 63211 нафар андозаи нафақаи онҳо 126 сомонӣ 55 сомониро ташкил медод, баъд аз фармони зиёдшавӣ 192 сомонӣ. аз рӯи маъюбӣ 96242 нафар шумора, то бо ҳисоби андозаи миёнаи онҳо 257 сомонӣ 92 дирҳам ва баъд аз зиёдшавӣ 304 сомонӣ 82 дирҳам ташкил медиҳад. аз рӯи маълум шуда аз Сарогон 28899 нафар андозаи миёнаи нафақаи онҳо 241 сомонӣ 75 дирҳам ва баъд аз зиёдшавӣ 333 сомонӣ 86 дирҳам ташкил медиҳад. нафақаҳои суғуртавӣ ҷамъи шумораи нафақаҳои суғуртавӣ 250934 нафарро ташкил медиҳад, андозаи миёнаи нафақаи зиёдшавӣ то бо сӯҳисобӣ 312 сомонӣ 10 дирҳам ва баъд аз зиёдшавии фармони президенти Tojikiston нафақаи миёнаи онҳо 364 сомонӣ 80 дирҳам ташкил медиҳад. аз он ҷумла аз рӯи синну сол 224682 нафар андозаи миёнаи онҳо то зиёдшавии нафақа 303 сомонӣ 57 дирҳам ва баъд аз зиёдшавии тибқи фармони президенти ҷумҳурiyati Tojikiston 353 сомонӣ 35 дирҳам ташкил медиҳад. аз рӯи маъюбӣ 12617 нафар андозаи нафақаи миёнаи онҳо то зиёдшавии фармон 312 сомонӣ 19 дирҳам ва баъд аз зиёдшавӣ 376 сомонӣ 50 дирҳам. аз рӯи маълум шуда аз Сарогон 13635 нафар андозаи миёнаи нафақаи зиёдшавӣ то фармони президенти ҷумҳурiyati Tojikiston 452 сомонӣ 50 дирҳам ва баъд аз зиёдшавии фармон 542 сомонӣ 66 дирҳамро ташкил медиҳад. инчунин нафақаҳои меҳнатӣ ҳамагӣ 308996 нафар нафақагирон буданд, андозаи миёнаи онҳо то фармони зиёдшавӣ 396 сомонӣ 81 дирҳам ва баъд аз зиёдшавии фармони президенти ҷумҳурiyati Tojikiston 447 сомонӣ 71 дирҳамро ташкил медиҳад. аз он ҷумла аз рӯи синну сол 253567 нафар андозаи нафақаи миёнаи онҳо то фармони зиёдшавӣ 382 сомонӣ 13 дирҳам ва баъд аз зиёдшавӣ 432 сомонӣ 67 дирҳам ташкил медиҳад. аз рӯи маъюбӣ 47609 нафар то баргузории зиёдшавии нафақа 468 сомонӣ 12 дирҳамро ташкил медод ва баъд аз зиёдшавии нафақа 518 сомонӣ 72 дирҳамро ташкил медиҳад. инчунин аз рӯи маълум шуда аз Сарогон
7820 нафарро ташкил медиҳад. Нафақаи миёнаи онҳо то фармони президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон 438 сомони 45 дирҳам ва баъд аз зиёдшавии фармон 503 сомони 31 дирҳам ташкил медиҳад. бисёртар нафақаҳои пастанд. баъзе нафақаҳои ки мо қаблан гуфтем яхе нафақаҳои шаҳрвандои нафақаи баланд намегиранд, яхе 28 ҳазор омад. агар дар 500 сомони мисоли овардагиш 93 сомони ҷо чидагӣ бошад, ҳамин чӣ қадар агар шаҳрванда андозаи нафақааш зиёд бошад, ҳамон қадар индексатсия зиёд карда шудагист. дар баъзе нафақаҳо 2000-3000 то 4000 нафақаҳо зиёд шидан, баъзе нафақаҳои баъзан чӣ хеле гирифтем андозаи нафақа аз рудди меҳнати ҳамон корманд вобастагӣ дорад. вақте ки маоши мо баланд бошад, нафақаи мо ҳам қадар баланд таъин карда мешавад. албатта дар вақти индексатсия коэффициент он нафақаҳои ки баландтар аст бо баландтар мешавад. Bakımdan başlayayım. Şu anda.